سلام دوستان، امیدوارم ایام به کامتون باشه. امروز با هم دیگه میخوایم بریم جاده ماسوله و یه کافه خوشگل پیدا کنیم و از زیبایی های اطرافش لذت ببریم. با من همراه باشین، این جاده خوشگلم با هم دیگه ببینیم. اینجا رو پیدا کردیم. به نظرم کافه خیلی خوشگلی بود، پر از گل و گیاه و طراحی خیلی خاصی داشت. کنارش هم یه رودخونه بود که صدای آبش خیلی بهم آرامش میداد. بیایم با هم ببینیم. یکم از نورپردازی شبش هم براتون بذارم. این کافه خیلی حس خوبی به من داد. امیدوارم شما هم این حس خوبه رو دریافت کرده باشین. لطفاً ویدیوهای منو حمایت کنید، لایک و کامنت یادتون نره. مراقب خوبی های خودتون باشین. خدا نگهدار.